با محبت و صمیمیت خاص درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و این برنامه با یک نوای دلنشین آغاز گردید. طالب علمان مکتب بچگانه صنعت و ایجادیات ناحیه خراسان به برنامه تشریف آوردند. همچنین دیرکتور مکتب مذکور حسینوف اصلالدین نیز در نزد ما نشستند و همچنین آموزگاران و مطربان ورزیده مکتب مذکور که حالا اینجا نشستند و آنها نیز حق استادی دارند و به نورسان تعلیم میدن و آن مکتب های موسیقی که در ناحیه های کشور فعالیت میکنند واقعا یک منبع خیلی خوبی هستند برای رشد شخصیت هر یک نورس، چون آنها در مکتب موسیقی صنعت رو از خود میکنند و آینده در کنسرواتوریا یا که دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت داخل میشوند و همین طور در جاده موسیقی قدم های استوار میهند. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه ما. من میخواستم یکم راجع به همین مکتب برای ما معلومات دهید. چگونه فعالیت میبرید؟ سلامت باشید. اولا سلام درود خود را به بینندگان تلویزیون سفینه برنامه فضا میرسانم. مؤسسه مکتب بچگانه صنعت و ایجاد ناحیه خراسان از سال 2016 این جانب تأسیس یافته است. در مؤسسه امروزات زیاده از 170 خواننده
تعلیم می‌آموزند. بله. و مؤسسه ما باشد با خواننده ها در صنف‌های نای نوازی، اسکریپکا نوازی، سرودخوانی، دایره نوازی، تبلک نوازی، رسامی، رقصی درس می‌آموزند. معیار قبول کردن به مکتب شما یک نورس چگونه میتواند که شامل مکتب شما شود؟ با چه معیارها؟ مؤسسه ما اولا رایگان است. همه شهروندان میتوانند، همه خواننده های سن و سال از 7 ساله تا 16 ساله آمده در مؤسسه ما تحصیل نمایند، وابسته به هر یک شوق کودک. هر یک خواننده به کدام یک نوع موسیقی ذوق دارد. بسیاری ها میبینند ما تبلک میخونیم، دایره میخونیم، یا اینکه اسکریپکا یا فورتپیانو، یا اینکه دایره. کدامی که یک خواننده خواستی خودی همون خواننده در مؤسسه آمده تحصیل می‌نماید. بله. خب این نورسان رو برای ما معرفی نمی‌کنید؟ طلبشاه جان خواننده صنف سال یکم صنف اسکریپکا نوازی مؤسسه ما است. سعادت جان باشد خواننده صنف دوم مؤسسه ما باشد. نازک ما جان خواننده صنف دوم صنف سرودخوانی مؤسسه مکتب بچگانه سند و ایجاد ناحیه خراسان می باشد. امروز باشد در اول خیلی که شما میبینید صنف اسکریپکا نوازی مکتب بچگانه سند و ایجاد ناحیه خراسان یک آهنگ خوش از آهنگای جورابوی خانوف با تکمیل استاد سید مراد مرادوف برای بیننده ها در آغاز برنامه پیشنهاد شد. یک نورس دیگری که حالا در میان مطربان نشسته است، خواننده مؤسسه ما سید حلیم جان است. در صنف دوم صنف اسکریپکا نوازی تحصیل می‌نماید. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من برای خوانندگان شما چی انگیزه دادن ها یا خواهش میل و عموما تا چی حد در همین آزمون اشتراک میکنن؟ آزمون های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من تا سال 2024 یگان سال به نتیجه نماند. مؤسسه ما در سال 2019 هم جا داشتن، 20 هم، 21 هم، 22 هم. هر کدام سال ما یک نفر دو نفر تا دوری نهایی جمهوری ما جای داشتیم. این سال هم در سال 2024 هم خواننده های مؤسسه مکتب بچگانه سند و ایجاد و آموزگاران مؤسسه مکتب بچگانه سند و ایجاد ناحیه خراسان غالب این آزمون بودند. اشتراک داشتن. از کدام نامیناسی‌ها بیشتر مهارت دارند؟ در همه این نامیناسی‌ها اشتراک داشتیم. هم نامیناسی سرانده ژانر عنعنوی، هم کمپوزیتوری، هم نامیناسی سرودخوانی ژانر اکادمی داشتیم و استرادی هم داشتیم. در همه ژانرها ما داریم. بهترین اشتراکچی داریم. خب تشکر زیاد، بهترین و واقعا یک انگیزه است برای بچه‌ها، چون آنهایی که میل و خواهش دارند زیاد هستند. آنها که به مکتب شما میگن ما میخواهیم که مثلا وارد مکتب شما شویم، از یک ساز موسیقی را نواختنش از خود کنیم یا اینکه آوازخوانی را از خود نماییم. خواننده ها امروز ها خوبند، طلبات ها امروز ها هستند. در مؤسسه ما میبینند برای آزمون ها الکی ما اشتراکچی ها تیار کرده ایستادیم. برای آزمون های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هم آزمون های فروغ صبحی دانایی، علم فروغ معرفت با الکی تیاری دیده ایستادیم. خب بعد از درس های مکتب میانه میآیند به مکتب شما؟ مؤسسه ما خواننده هایی که اگر در مکتب های میانه عبیدخوان باشند، بستی اول باشند و ما بعد بستی دوم میبیان. کدامشون که در بستی دوم درس میموزند برای با مؤسسه ما در بستی اول بسته درجه تحصیلی آنها. بله. حالا چیز دیگری برای من پیشنهاد میکنید؟ خب امروز برای شما، برای بینندگان تلویزیون سفینه، برای برنامه فضا باشد، صنف آموزگار علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان استاد داوود بهردین انا یک سرود با نام شکرانه نازک ماه جان برای شما انا میسرد در یک جایی. خب گوش میکنید، تماشا میکنید. مرحمت.
دوستان عزیز، برنامه را ادامه می‌دهیم. خودی حاضر با برنامه نوربایف محمد و بابیشا مولانوف آموزگاران مکتب مذکور پیوستند که یکی از سازی نای به شاگردان درس می‌دهند و دیگری از فن زبان و ادبیات و همچنین مهارت ایجادی شعر نیز دارند که من ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. خب از شما شروع میکنیم. مجموعه که دارید میشود درباره مجموعه‌تون کمی برای ما معلومات دید و یک از چکیده‌های خود برای بیننده قرائت کنید. من زیاده از 1400 بیت شعر گفتم. یک قسمی همین شعرهایم را به یک شاگردم. یک شعر در وصف تاجیکستان. خب تاجیکستان دولتی آوازدار، تاجیکستان کشوری دایم بهار، تاجیکستان جنت روی زمین، دلربای و با صفای و نازنین، تاجیکستان منزل و معوای من، تاجیکستان مادر یک تای من، تاجیکستان سرزمین کوهسار، دشت صحرا وادی‌هایت بیشمار، تاجیکستان چشمهات آبی زلال، زیب دنیا شهرهایت برکمال، دوست دارم کشوری آوازدار، شهرهای برکمال صوتی هزار، می پرستم آب و خاکت ای وطن، می پرستم نام پاکت ای وطن، می پرستم من سرود و پرچمت، می پرستم هم نشانی اعظمت، می پرستم شاعران خوشکلام، رودکی و شعر خیام را مدام. شکر ایزد داده بر ما سروری عالی مقام مهراوره، گردی هم کرد تاجیکان را این زمان، صاحب منزل جا و هم مکان. ای خدا عمرش دراز کن سرورم، تا کند مشهور عالم کشورم. وصف کرده رودکی سامانی را، هم سمرقند و بخارای مرا. شاعران وصف تو گویند این زمان، وصف میهن وصف ملک تاجیکان. رودکی گر می بودی تا این زمان، بهر توصیف دوشنبه جوان. از برای سروری دور و زمان، 100,000 دیگری گفتی زیجان. سروری من کشورت آباد باد، خلق تو از درد و رنج آزاد باد. تاجیکستان پرچمت رخشنده باد، تا ابد فتح و ظفر پاینده باد. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب بابیشا، شما آموزگار هستید و همچنین غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من. خب کمی درباره آزمون برای ما قصه کنید که چگونه راه یافتید؟ سال 2023 در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامیناسیون نوازندگی اشتراک کرده بودم از فورتوپیانو. فورتوپیانو که در قسم اناناهیویش باشد یک اثر نواختم، دریای خیال، و در ولایتی باشد عشق به همتو که بود اون رو نواختم و نکه راحت به جمهوری نگرفتم. خب راه افتاده نشدم و سال 2024 باشد از روی نامیناسیون کمپوزیتوری ژانر انعنوی اشتراک نمودم و سزاوار جوی سوم گردیدم. چه آهنگ رو پیشنهاد کرده؟ آخرین آهنگی که من با همراهی استادان، با همراهی انسامبل ترانه و رقص غازی ملکی بود، با همینها کاربری کردیم، مشق کردیم با هیئت انسامبل خودمان. این ترانه وطن بود. بهتره. خب شما از سازی نای به نورستان درس میدهید؟ بله از سازی نای.
همچنین از عهده نوازش دیگر سازهای موسیقی نیز میبرید؟ بله بله. کدام سازها اجرا میکنید؟ فورتپیانو گفتید؟ فورتوپیانو، نای، ساکسافون، اودرنیک، دبل، کلارنت. خب همین سازهای موسیقی. بله بله. ختم کرده کجا هستید؟ کجا رو ختم کرده دانشکده دعوت فرهنگ و صنعت تاجیکستان بنام میرزا تورسونزاده. در کدام بخش؟ اختصاص سرودخوانی خلقی و سپس باشد نای. نه خب آفرین. یعنی هم از عهده اجرای سرود هم میبرید؟ بله بله. همچنین سازهای گوناگون را اجرا میکنید. آفرین. خسته نباشید. خب تشکر زیاد. فکر میکنم با دستاویز به برنامه اومده. بله بله. چه سرود اجرا میکنید؟ بطاری مویت. بطاری. شعر آهنگ خلق. آفرین. مرحمت فرمایید. بطار مویت زبانه شوم به شمی رویت، پروانه شوم به هر ادایت، دیوانه شوم که نازنینی. بطار مویت زبانه شوم به شمی رویت، پروانه شوم به هر ادایت، دیوانه شوم که نازنینی. چو آفتابی در شام و شبم تو شیرینابی، دایم بلبم تو چون ربابی، وقتی طربم تو چون ربابی. چو آفتابی در شام و شبم تو شیرینابی، دایم بلبم تو چون ربابی، وقتی طربم تو چون ربابی. بطار مویت زبانه شوم به شمی رویت، پروانه شوم به هر ادایت، دیوانه شوم که نازنینی. عشقا دنیای منی بنی مشبا، رویای منی به هر کجایی، پیدای منی به هر کجایی. فروش عشقا دنیای منی بنی مشبا، رویای منی به هر کجایی، پیدای منی به هر کجایی. بطار مویت زبانه شوم به شمی رویت، پروانه شوم به هر ادایت، دیوانه شوم که نازنینی. بطار مویت زبانه شوم به شمی رویت، پروانه شوم به هر ادایت، دیوانه شوم که نازنینی، که نازنینی. دوستان عزیز برنامه را باز هم ادامه میدهیم. یادآور میشویم که از مکتب بچگانه صنعت و ایجادیات ناحیه خراسان به برنامه تشریف آوردند. هنرمندان، آموزگاران و طالب علمان این مکتب و شما شاهد آن گشتید که چگونه اجرای زیبا داشتند. بابی شاه حالا یک ترانه زیبا را برای ما اجرا کرد که مهارتی آوازخوانی و نوازندگی نیز دارند. خب خسته نباشید و من از شما میخواستم بگم که اصلا موضوع محوری ایجادیات شما چی است؟ من از بس که آموزگار هستم و سالانی دراز از فن زبان و ادبیات تاجیک درس گفتم، قریب 51 سال. خیلی سادیست. بیشترین موضوع شعرهای من مادر، والدین، مکتب، معارف
کتاب یعنی موضوع اخلاقی هستن. اخلاقی. شاید از ایجادیت خود از اون که اون اشعاری که حالا در دست دارید از اون مثلا ما رو میشه خونید. زبان تاجیکی. خب لفظ شیرین و گوارایی زبان تاجیکی. یادگاری از بخارایی زبان تاجیکی. در نظر همچون اصل شیرین زبان مادر است. بی‌بها هر حرف او مانند در و گوهر است. شعر و شاعری نبود اما سرودی الله بود. مادری من با زبان تاجیکی آن را سرود. 100,000 رودکی هم با زبان تاجیکی. علم طب بو علی هم با زبان تاجیکی. شاهنامه گشت انشا با زبان تاجیکی. خلق ما را داد آن تاب و توان تاجیکی. در غزل به مثل به همتاست سعدی عالی مقام. هم غزلهای روانی حافظ شیرین کلام. مولوی و بوحنیفه مادری تاجیک بزاد. داد شعر و شاعری را در جهان به دل بداد. در بخارا آل سامان پایه دولت گذاشت. زین سبب هم تاجیکان را مردم دنیا شناخت. بود زبان تاجیکی آنگه زبان دولتی. هم زبان دلبری و هم زبان شاعری. رودکی آمد پنج رود و را والا نمود. با کلامش تاجیکان را شهره دنیا نمود. می پرستم من محمد شعر خیام را مدام. شعر ترسونزاده و لایق ایام مدام. خب تشکر زیاد، خسته نباشید. بهتره. اصلان‌الدین شما نیز غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستید. سلامت باشید. خب سالی 2020 بود یا 21؟ 21. خب چگونه بود؟ شما از کدام بخش اشتراک کردید؟ از نامیناسیای کمپوزیتوری ژانر استرادی. ژانر استرادی. بله. چون که اسباب استرادی خود اسباب استرادی می نوازم، بیشتر کلارنت ساکسوفون می نوازم. برای همین من در ژانر کمپوزیتوری ژانر استرادی من برآمد کردم. برای من آسان‌تر بود، فهم‌تر بود. خب تشکر زیاد و سپاس میگم به کل شما که امروز آمدید به برنامه ما شرکت ورزیدید. در انتها برای ما چی پیشنهاد میکنید؟ یک آهنگ کرده خودم رو که در دور جمهوریوی راه یافته بودم، غالب آزمایش بودم، با نام نوای استقلال برای شما پیشکش می‌کنم. خب تشکر زیاد، خسته نباشید. سلامت باشید. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه فضا رسیدیم. به شما روزگار خوش، زندگی آسوده و پر از موسیقی و نشاط را تمنا داریم. تا دیدار دیگر سربلند باشید و یک نوای دلنشین را یکجا میشنویم.